بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه في الصحيحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنك درسوی خود را دوام میدهیم از کتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شیخ علامه صالح بن فوزان حفظه الله تعالى. موضوع درس امروزه روایت میکنن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك الترمذي وأحمد في مسنده. نعم، ما در باب دویم هستیم. ما در باب چندم؟ در باب دویم از کتاب توحید هستیم. موضوع باب دویم از آن عبارت بود که چقدر که در درسی گذشته گفتیم فضل التوحید و ما یکفر من الذنوب، فضیلت و برتری توحید و آن چیزی که گناه ها را می آموزد. روایت میکنن از عباده پسر صامت رضی الله عنه گفت: رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کسی شهادت دهد که یگان معبودی بر حق جز الله نیست، وحده تنهاست، لا شریک له یگان شریک ندارد، و ان محمدا عبده و رسوله و شهادت دهد که محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم بنده و فرستاده اوست، و ان عیسی عبد الله و رسوله و شهادت دهد که عیسی بنده الله و رسول اوست، و کلمته القاها الی مریم و عیسی کلمه الله است. کلمه الله مراد از کلمه کن، یعنی که پیدا شد. القاها الی مریم، الله تعالی اون کلمه را به مریم چیکار کرد؟ داد. یعنی جبرئیل فرستانید، آمد و چیکار کرد؟ اون کلمه را در مریم دمید. و روح منه، و عیسی روح از ارواح که از جانب الله است. یعنی عیسی روح از
روحهای الله سبحانه و تعالی است که مقصد یعنی که مخلوق است. والجنة حق والنار حق، جنت حق است و دوزخ حق است. این شهادت دهد. اکنون جواب شرط اینجا نه همش اینو خیلی شرط بدن. من شهیده. اکنون کسی این گفته های در بالا ذکر شده را که شهادت دهد، ادخله الله الجنه، الله تعالی او را به جنت داخل میگرداند، علی ما کان من العمل، موافق به همه عملی که کرده بود یا که چه عملی که نکرده باشد. این دو تا احتمال دارد. احتمال یعنی که مثال الله سبحانه و تعالی او را به جنت داخل میگرداند موافق به همه عملی کرده کش، یا که مثال گیریم گرچنده که یکون کمبودی هم کردگی باشد غیر از چی گناه کبیره یعنی شرک نکردگی باشد. از شرک پایان دیگه گناه کردگی هم که باشد الله سبحانه و تعالی او را به جنت داخل میگیره. حدیث یعنی که تخریج کردن امام بخاری مسلم گفته صاحبی متن، ولی در تعلیم میگه که این حدیث بخاری مسلم و ترمذی و امام احمد روایت کردن. شارح میفرماید عبادة ابن الصامت هو عبادة ابن الصامت ابن قیس. کی بود است؟ عباده ابن صامت ابن قیس الانصاری، یعنی که از اهل مدینه بود است، الخزرجی از قبیله خزرج بود است. احد النقباء، یکی از بزرگان قوم بود است. بدری مشهور، یک صحابی مشهور. توفی سنة 34 للهجرة وله 72 سنة. در سال 34 هجری وفات کرده است در سن 72 سالگی. اکنون می‌فرماید که شهید ان لا اله الا الله، ای تکلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا و باطنا. کسی شهادت دهد که جز الله یگان معبودی بر حق نیست، یعنی این کلمه را به زبان گوید، معناش دانسته، موافق به طلبات او چیکار کرده، موافق به یعنی که طلبات این کلمه عمل کرده ظاهرا و باطنا. لا اله الا الله ای لا معبود بحق الا الله. معنای لا اله الا الله چی میشه؟ یگان معبودی بر حق نیست جز الله. وحده حال مؤکد للاثبات. این حال است. وحده حال بوده است برای تاکید اثبات. اثبات یعنی الا الله، یعنی که الله یکتا. همین وحده تاکید کرده است لفظ الله را. نعم. لا شریک له تاکید للنفی. لا شریک اینم برای تاکید است، یگون شریک نداره برای نفی، یعنی که نفی گوجانده است پیش از الا. لا اله را یعنی که لا شریک تاکید میکنه، خیلی که الا الله وحده تاکید میکنه. و ان محمدا ای و شهد ان محمدا عبده ای مملوکه و عابده، و شهادت دهد که محمد بنده، یعنی که مملوک گفته در زیر ملک او قرار دارد، و بندی و عابده عبادت کنندی الله است، و رسوله ای مرسله بشریعته و با شریعتش فرستانیدگی است، یعنی به شریعت الله. و ان عیسی ای و شهد ان عیسی ابن مریم، و شهادت دهد که عیسی پسر مریم عبدالله و رسوله نیز بندی الله و فرستاده الله است، خلافا لما یعتقده النصارى انه الله او ابن الله او ثالث ثلاثه. یعنی که برعکس اون اعتقادی که نصرانی ها دارند، میگویند که عیسی الله است، یا میگویند پسر الله است، یا که یکی از سه تا است، یا که سیومی سه تا است. و کلمته ای انه خلقه بکلمه و هی قوله کن. کلمه الله است، یعنی الله سبحانه و تعالی وی را آفرید با کلمه، و مراد از اون کلمه کن، یعنی که شو، پیدا شو، با وجود بیا. القاها الی مریم، همون کلمه را به مریم پرتافت. ای ارسل بها
جبريل إليها فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل. يعني با همون کلمه الله تعالی جبريل فرستانید به سوی مریم، بس در مریم چیکار کرد؟ دمید من روحه المخلوقه، یعنی که از روح آفریده شده الله سبحانه و تعالی در او دمید بإذن الله عز وجل، يعني بإجازة الله عز وجل. وروح منه أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام روح از روح‌های است که الله تعالی ویها را آفریده است. منه أي منه خلقا و ایجادا، یعنی در آفرینش و در پیدا کردن از جانب الله هست. خیلی که الله تعالی می‌فرماید که وسخر لكم ما في السماوات و ما في الأرض جميعا منه، یعنی که برای شما چیکار کرد؟ مطیع گردانید آنچه را که در آسمان ها و آنچه که در زمین است، همه آشان را منه، همه اینها از جانب او هستند، یعنی که در آفرینش و در ایجاد، در به وجود آوردن. و الجنت حق و النار حق، و شهادت دهد کسی که جنت حق است و دوزخ حق است. ای شهید ان الجنت و النار اللتین أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما. شهادت دهد که جنت و دوزخی که ویرا نسبتی ویها که در باری ویها الله تعالی در کتابش خبر داده است ثابت هستند، در اونها یک شک و شبهه نیست. ادخله الله الجنه، الله ویرا و جنت داخل میگرداند. جواب شرطی سابق، این جواب شرطی گذشته است از قولی پیغمبر گفت که من شهید لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، ما فعل شرطی جوابش کومه على ما كان من العمل، یعنی که با کدام عملی که نباشد، بر کدام عملی که نباشد، یعنی که در سرش چی عملی که گذشتگی نباشد. یحتمل معنیان، این احتمال دو تا معنا داره، این دو تا معنا داره. یکم معناش ادخله الله الجنه، الله را به جنت داخل میگرداند، و این کان مقصرا، گرچه که کم بودن هم داشتگی باشد، وله ذنوب، گناه هم داشتگی باشد. لأن الموحد لابد له من دخول الجنة، زیرا که موحد کسی که توحید رعایت میکند، مشرک نباشد، البته به جنت، یعنی که میتواند جنت درآید، باید که جنت به جنت داخل شد. الثاني احتمال دوم ادخله الله الجنة، الله را به جنت میدارد، و تكون منزلته فيها على حسب عمله، یعنی که منزله و مرتبه و در درون جنت موافق به همه عملی کرده چیزی که عمل کرده باشه، موافق به همه عملش الله تعالی او را جا میدهد در کجا؟ در جنت. اخرجه ای روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب بعد القرآن. یعنی این حدیث امام بخاری و مسلم هر دویشون در صحیحشون که این دو از صحیح ترین کتاب ها هستند بعد کتاب الله، یعنی بعد از قرآن، چیکار کردن؟ هر اینها روایت کردن. روا المعنى الإجمالي للحديث، معنى خلاصوي نسبة الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه. پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم به ما خبر میدهد برای ما روشنی انداخته فضیلت توحید را و برتری آبرو شرفی چی توحید را. ان من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله، وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية، وأيقن بالجنة والنار، أنما آله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. نعم، يعني کسی که دو شهادت ورد زبان کند، نطق کند، معناشون دونسته، موافق به طلبات این دو شهادت چیکار کند؟ ظاهرون و باطنن عمل کند، و از حدگذری یا از حد کم کردن را یک جانبه شود در حق این دو پیغمبری بزرگ عیسی و محمد علیه السلام. یعنی که افراط و تفرید، یعنی که نه اینکه اینها را از حد زیاد، از حد پیغمبری هم زیاد گذروند به حدی اعلی برد، یا که اونها را چیکار کنه؟ شأنشون رو پس کند که یعنی که با قطاری یک مردمی عادی برابر کند. یعنی که اینها را
اینا پیغمبرانی هستن که نباید که اینها را از حد زیاد وصف و تعریف کرده شود یا که از حد کم وصف و تعریف کرده شود. اینا را حد زیاد کنی به درجه الله میرسد، اعوذ بالله، از حد کم کردی به درجه مردمی قطاری میشه. فاقر لهما بالرسالة، کسی یعنی اعتراف کند برای این دو پیغمبر را، یعنی هر دو اینها پیغمبر بودند گوید. و عبودیتهما لله، و اعتراف کند که هر دو اینها بندی الله بودند. هر دو اینها چی بودند؟ عبدالله. و انه لیس لهما شیء من خصائص الربوبیه، و اعتقاد کند که برای اینها یگان چیز از خصوصیت های پروردگار نبود، یعنی اینا یگان چیز آفریدن نمیتونستن، اینا مرده زنده کردن نمیتونستن، اون چیزی که زنده میکردن شکل قرآن به اذن الله بود، معجزه بود. برای از خصوصیت های پروردگار در اینها یگان چیز نیست، اینا آفریدن نمیتوانند. و ایقن بالجنة والنار، و کسی یقین باور کند به جنت و دوزخ، کسی این گفته بالا را شهادت دهد، ان مآله ای مرجعه الى الجنه، جای بازگشت او به جنت می شود، گرچنده که از او صادر شده باشه یکون گناه، به شرطی که اون گناهاش دون شرک، از شرک پایان باشه، که غیر از شرک باشه. مناسبت الحدیث للباب، اکنون مناسبت این حدیث به همین باب، این باب در بیان چی بود؟ در بیان فضیلت توحید و آن چیزی که گناه ها را مغفرت میکند بود. اکنون این حدیثی که ذکر کردیم چی مناسبت داره به این؟ ان فیه بیانا لفضل التوحید. البته در این حدیث بیان آمد، روشنی آمد برای بزرگی توحید بزرگ بودنش، و انه سبب لدخول الجنه و تکفیر الذنوب. این توحید چی بوده است؟ سببی به جنت داخل شدن بوده است، در این حدیث آمد، و سبب آمرزشی گناه ها بوده است، زیرا که کسی گناه داره و جنت داخل میشه تا الله تعالی او را از گناه چیکار نکنه؟ توزیع نکنه. ما یستفاد من الحدیث، آن فایده هایی را که از حدیث گرفته می شود. فضل التوحید و ان الله یکفر به الذنوب، فضیلت توحید و الله تعالی به فایده توحید گناه ها را چیکار میکنه؟ یکفر، میبخشید است. سعت فضل الله، وسع بودن مرحمت الله و احسان الله سبحانه و تعالی. نگاه کنه گناه داشته، من لذت با گناهاش نکرده، با او را جهنم به داخل میکرده. معلومش است که این دلاله به چی میگه؟ سعت فضل الله، یعنی که وسع بودن مهربانی الله. فهمتای؟ که اگه نمیتونست که گوید که مثلا تو گناه داری، برای خاطر این دیگر گناهات تو را به جهنم داخل نمیکنه، میتونست که وجوب تجنب الافراط والتفريط في حق الانبیاء والصالحین، واجب است یک جانبه شدن از چی؟ از حد گذری یا که از حد کم کردن در حق پیغمبران، در حق صالحان هم. نه اینکه با اینا رو به درجه الوهیت رسونده شود یا که نه اینا رو به درجه پس داده شود. فلا نجحد فضلهم، ما بزرگی اینها رو انکار نمیکنیم، ولا نغلو فیهم، در حقشون از حد گذری هم نمیکنیم. مثلا از حد گذری از چی عبارت میشه؟ فنصرف لهم شیئا من العباده، مثلا برایشون یگون چیزی عبادته، یگون چیزی از انواع عبادت برایشون صرف میکنن. در برای پیغمبرایی که برای صالحا در نزد قبرشون سجده کردن میشه یا نه؟ نمیشه. کما یفعل بعض الجهال والضلال، چخلی که این کارو میکنن بعضی جاهلا و گمراها. أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والبثانيين والدهريين. عقیده توحید مخالف جمیع ملت‌های کفری بوده است. مثلا ملت‌های کفری داخل میشه کدام ملت؟ ملت یهودیت، نصرانی‌ها، بت پرست‌ها و بی خداها، دهری‌ها. عقیده توحید می‌آموزیم که انا همون وقت یعنی که ما مخالف بودن این دیگه ملت‌های کفری را میفهمیم از یهود و نصرانی دیگر. ان عصاة الموحدین لا یخلدون فی النار، یعنی که اهل توحید عاصیاش، یعنی که اهل توحیدیو لیکن بعضی گناه کردگی باشند و یا ابدی در دوزخ نمیمونند. بعضی کسایی که داخل میشود قدر گناهش با میبره داخل جنت میره. بعضی کسایی که مثال گیریم باید داخل شود لیکن به شفاعت پیغمبران یا که به سبب شفاعت الله تعالی اجازه میدهد که ندر اومده به جنت داخل شوند. این بود یعنی که درس دویم از بابی دویمی کتابی
توحيد أزوني الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.